برشنا شرکت خوشبختانه امسال تانسته که در حدود 75,000 مشتری را یعنی میتر جدید توزیع بکنه و مشتریان شامل شبکه بسازه که خودش یک دستاورد بسیار خوبی است. و همچنان در قسمت کاهش ضایعات، چون در بخش عملیاتی رئیس عملیاتی به تفصیل بیان داشتن، ما فقط هم قضایایی که شناسایی کردیم در حدود 900 قضیه دستکاری از میترها بود که شناسایی شدن و مطابق اصول برشنا شرکت با ایشان برخورد اصولی صورت گرفته و همچنان در حدود 1100 قضیه لاینای ترو بود که بعضی از مشتریان بدون قید میتر به شکل ترو از شبکات استفاده میکردن که خود باعث کاهش ضایعات تجارتی شده بودن که از اونا جلوگیری شدن و در حدود 2500 قضیه مکرره که مشتریان با وجود که یک بار برشان اطلاع دی شده بود و که خلاف ورزی نکنن شناسایی شدن و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدن و خوشبختانه در جریان مثال در حدود 98,000 میتر در جریان پروسه اصلاح شبکه که میترها مشکل داشتن تعویض شدن که او قناعت مشترکین ما را باید فراهم بسازه و همچنان در قسمت اویده از کسایی که سیاسون و زورمندان بودن اجراعاتی که صورت گرفته تا کنون 322 میلیون افغانی تحویل شده و اکثر سیاسون که هستن و تا کنون اونا چیز نکردن، پرداخت نکردن، یعنی مقروضیتشان هنوز هم بالایشان است که این موضوع طبق هدایت مقامات محترم زی صلاح قضایشان برای محاکم سپرده شده تا در قسمت از اینکه اجراعات بعدیشان چی باشه منتظر هدایت هستیم.